یک جوان پسر در طی جراحی جان را به حق تسلیم کرده ایستاده بود. یکی از جراحان نزد این پسر بچه آمد و در گوشش گفت ای پسر جان بگو لا اله الا الله جنتی میشوی. پسر بچه زور میزد، تنها سر را اشاره کرد و با زبان گفتن نتوانست. دویم باره این جراح گفت ای پسر جان بگو لا اله الا الله دوزخ برای تو حرام میگردد جنتی میشوی. میگه بازم پسر بچه به سر اشاره کرد و به زبان گفتن نتوانست، قوت و تواناییش رفته بود. سیوم باره گفت ای پسر جان خواهش میکنم، التماس میکنم بگو لا اله الا الله. میگه این پسر چه قوا و توانایی داشت، زور زد و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه وقتی این سخن گفت و جان را به حق سپارید، مادرش در پس در بود و داد و فریاد زد و داخل شد. این جراح گفت مادر جان چرا داد و فریاد میزنی؟ گفت پسرم رفت، پسرم. این جراح از مادر پرسید، گفت مادر جان وقتی جان دادن پسرت به پسرت گفتم بگو لا اله الا الله 2 مراتبه گفتم جواب نگردان، وقتی 3 بار گفتم جواب گردان، سبب در چی باشد؟ مادر گریه کرده گفت ای پسر جان پسری من گنگ بود، زبان نداشت.